سلام. در تاجیکستان رایپرسی برگزار شد و رئیس جمهوری کشور نیز با اشاره به تغییری که در قانون اساسی تاجیکستان راجع به جوانتر کردن سن نامزد مقام ریاست جمهوری وارد شد اظهار نظر کرد و گفت که باید راه را برای جوانان به ساختارهای رهبری باز کرد. با نظر داشته این سوال پیش می آید که برای این کار آیا در تاجیکستان زمینه‌های تربیت استعدادهای جوان وجود دارد؟ آیا مکتب تربیت استعدادهای جوان رشد یافته است؟ برای گرفتن پاسخ به این سوالها ما به استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نمایندگان جوانان احمد خوجا دولتوف، مولا رجب یوسفی و دلیر شریپوف را دعوت کردیم. احمد خوجا، با شما شروع میکنیم. پاسخ شما چی است؟ سروری دولت چنین قید کردند که یعنی تأسیس شورای ملی کار با جوانان که تقریبا چند روز پیشتر جلسه نشست اول این دایر گشت، تأسیس همین شورا به خاطر هماهنگسازی یعنی نزدیک کردن رابطه با شخص اول یعنی کشور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و به همین ترتیب تربیت کردن نسل یعنی جوانان در روحیه وطنداری و به جای کارهای مهم دولتداری تامین کردن آنها می باشد. ببینید، از چه راه‌های جوانان را تشویق کردن ممکن است؟ طی سالهای اخیر امین را شخصا من مشاهده کردم که حکومت جمهوری تاجیکستان موافق آماری که هست تقریبا 2000 تشکیلات‌های جوانان در جمهوری فعالیت کرده ایستادند و به همین وسیله حکومت جوانان را آماده می‌کند برای آینده در زینه‌های بالایی حکومت یعنی کار کردن یا اینکه زمام حکومت را به دست جوانان دادن. به همین طریق حکومت جمهوری تاجیکستان جوانان را تربیت کرده ایستاده است، یعنی آماده کرده ایستاده است و همچنین مهمترین این تشکیلات ها که شورای ملی کار با جوانان نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشد که قبلا تکرار کردم، رئیس جمهور تاکید کردند که یکی از هدف تأسیس شورای ملی کار با جوانان نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که اون هم راهبریش را پرزیدنت محترم جناب عالی به اختیار دارند، به خاطر نزدیک کردن یعنی جوانان با پرزیدنت و به همین وسیله آماده کردن جوانان برای کادرهای مهم دولتداری است. تشکر. و این سوال را هم میخواستم از مولا رجب یوسفی بپرسم. نظر شما چی هست؟ برای جلب کردن جوانان به نهادهای دولتی من فکر میکنم دو مشکل است که امروز نمیگذارد جوانان به نهادهای دولتی نزدیک باشند که این هم باشد کروپسیا و خشته‌بازی. متاسفانه این قانون‌های نانوشته تا حالا عمل کرده ایستادند. یعنی به نظر شما مکتب تربیت استعدادهای جوان وجود ندارد؟ نه، مکتب من فکر میکنم وجود دارد و توجه حکومت و به خصوص رئیس جمهور به جوانان در چند سال اخیر خیلی زیاد مشاهده میشه و باز هم میگم که این چیزها در متاسفانه همون وقتی که رئیس جمهور البته میگن که این به جوانان باید راه گشاییم، اما وقتی که جوانانی که میبیان برای کار و همون از کجا بودن و به قول خشکی بودنش خیلی مانع میگذاره. بله، من سوال دارم در این باره. قبل از این میخواستم که از دلیر بپرسم که شما به این سوال چی پاسخ دارید؟ پاسخ من این است که ما بیشتر باید به واقعیت بنگریم و روند طبیعی را در جامعه مشاهده کنیم. همه چی نباید در سطح گپ یا شعار ساخته بشود. متاسفانه وقتی که ما به واقعیت نگاه میکنیم، به آمارها نگاه میکنیم و آنچه که از منبر و شعارها میگن واقعا چیزی پذیرفتنی است. یعنی جوانان آینده ملتن، به جوانان باید امکانات داد، به جوانان باید راه گشود. ولی روند طبیعی این است برای مکتب استعدادهای جوانی که جوانان را به راهبری تربیت کردن. مثلا مثل رستم امامعلی یک نفر در سن 26 سالگیش عنوان گنرال میتین، بعد مثلا رئیس گمرک میکنین، بعد مثلا یا رئیس اداره کروپسیا. اینا میگن تربیت کادری جوانان. یعنی ما میخوایم که در برابر مثلا رستم امامعلی اگر حکومت تاجیکستان میتوانست 5 نفر را مثلا در سن 26 سالگیش عنوان گنرال میداد یا 28 سالگیش یا با 5 نفر مثلا رئیس نهادهای قدرتی یا نمیدونم رئیس نهادهای اقتصادی و دیگر تعیین میکرد، پس ما میگفتیم که در تاجیکستان یک روند طبیعی مشاهده میرسد که
حکومت تاجیکستان یا نهادهای قدرتی یا که نمیدونم فضای آماده کردن همین کادرها در تاجیکستان وجود دارد، ولی با یک نفر و با شعارهای عمومی ما نمیتوانیم بگیم که امروز این مکتب دارد رشد میکند و یا ما به جای میرسیم. من میخواستم که در تاجیکستان ما از سطح گپ و شعار به واقعیت بیاییم، یعنی با واقعیت بیشتر نزدیک باشیم. بله ببینید دلیر جان، حالا در جامعه این سر و صداها نیز شنیده می شود که برای رسیدن یک جوان با استعداد به مقام بلند باید در داخل ساختارها به قول تقدیر جنبان داشته باشی یا فرزندی صاحب منصبه باشی. شما به این عقیده راضی بوده می توانید؟ من به این فکر از دو زاویه نظر میکنم. اول اینکه در تاجیکستان دو چیز برای رسیدن به قدرت رول مهم، به قدرت نه منظورم رسیدن به یک منصب دولتی یا اینکه به یک جا رسیدن، سه عامل دارد. عامل اول به یک منصب‌های کلیدی باید یک تقدیر جنبان به قول شما داشته باشه. عامل دوم باید صاحب ثروت هنگفت باشد و با مسائل‌هایی که جانب حکومت یا همون بلوک حکومت پیش بینی میکند همراه باشه. سیوم با همه نظر و دیدگاه و با تمام وجودتان آن چیزی که از خط سیاسی حکومت که تعیین میکند باید با اون باشید، یعنی به همون طرف باشید. این سه عامل میتواند عامل یکم شما رو به قدرت‌های بلندتر برساند، به وظیفه‌های بلندتر. عامل دوم شما رو میتواند به وظیفه‌های کمی پایان‌تر برساند و عامل سوم به شما باور کرده یگان وظیفه را میدهند، چون شما با اندیشه و افکارتون در همون طرف هستید، در همون پهلوی ترازو هستید. میخواستم به این سوال ملا رجب یوسفی هم فکری خود را بگویند. خب ببینید این چیز وقتی ما از نگاه مردم به این چیز نظر میاندازیم، وقتی مردم میبیند که یک فرزند یک کمبغل نمیتواند به زینه‌های بلند رسد، خود مردم خلاصه میبرد که وضعیت چگونه است. ولی من متاسفانه که چنین چیز نه در همه حالت، البته چون جوانان و قدرمند رو ما میبینیم که در بعضی حالت میگیرن، ولی همین عامل به قول شما تقدیر جنبانی متاسفانه وجود دارد، در بعضی حالت‌ها وجود دارد. احمد خوجا، شما با فکر دلیر و ملا رجب راضی بوده می توانید؟ با اندیشه های برادر دلیر و ملا یوسف زید هستم. به فکر من این اندیشه نادرست است. تا کجا رستم امامعلی در مثلا سن جوانی به کدام عنوان ها رسیدنش، این برمیگردد به تربیه اون شخصیت. یعنی ما باید قبول کنیم چرا مثلا فرزند پرزیدنت کشور یعنی جناب عالی فرزند خودش رو شخص اول حکومت هست نتواند فرزند خودش رو در روحیه مثلا وطنداری، عموما اندیشه سالم و دانش‌های مثلا قوی تربیت نکند و به این زینه‌ها نرسد. من اینجا گفته‌های دلیر را می‌خواستم به خاطر آرم که گفتند نه تنها یک گنرال، شاید 4-5 گنرال تربیت می‌شد. شاید همین چیز مشاهده نمی‌شود و به همین خاطر این فکرها به وجود می‌آیند. بله، ما اگر خودتر نگاه کنیم در جامعه شخصان کلیدی زیاد هستند با مانند رستم امامعلی که با عنوان مثلا بالاهای حکومتی رسیدند و راستی آید با اینکه عنوان گنرالی یا که دیگر عنوان ها کی داشتنش رو من تا حاضر معلومات ندارم، اما تا جایی میدونم که هستند نفرانی که در سطح مهم مثلا دولتداری کار کرده استودن و وظیفه های کلیدی هم در اختیار آنها هست. ببینید در خارج از تاجیکستان هم جوانان با استعداد تحصیل کردند، دانش و تجربه خوب دارند. آیا ضرورت هست که آنها را نیز به کار دعوت کنند؟ وقتی که میخوام به این سوال پاسخ بدم، سوال نخستین شما را میخوام کمی شرح بدم. وقتی که من گفتم رستم امامعلی، منظوری من این نیست که مثلا پرزیدنت تنها با پسر خودش وظیفه میدهد. منظوری من این است که در جامعه وقتی که ما نگاه میکنیم اگر مردم بدونن که در برابر رستم فرض نمیکنم پسر پرزیدنت است یا پسر کدام وزیر است یا پسر کدام نمیدونم رئیس کمیته، منظوری من این بود که نوبست از اون که اون پسر پرزیدنت است وزیر است، ولی در برابر اون اگر ما 5-6 نفر دیگر خودش در وظیفه‌های کلیدی هست ولی نمیتونید 5 نفر رو نامبر کنید. مثلا شما نمیتونید بگید که فلانی رئیس وزیر کارهای خارجه در این سن سالش، فلانی وزیر NVD است در این سالش و فلانی وزیر فلان جا است. نه در وظیفه‌های کلیدی اینا نامبر کنید. ببینید من به نظر شما احترام دارم، ولی در این زمینه یک شعار دیگر در ما امروز پنهانی به فکر من عمل میکند که
هر کسی که با ما نیست مخالف ما است. این ربط تنها به حکومت رحمان نیست، هر گروهی که امروز در میدان سیاست فعالیت میکنند همگی یک شعار دارد که هر کسی که با ما نیست مخالف ما است. و امروز جوانانی هم که از در خارج کشور تحصیل میکنند، حکومت هم و آنهایی که میخوان با آنها باور کنند یک جای ترس دارند. جای ترسشان از دانش، آزاد اندیشی و دیگر اندیشی همون جوان ها است. یک جوان میخواد بیاید در یک ساختار فعالیت کند و در آن ساختار از طرزی که او دانش گرفته است یا که نمیدونم آزاد تربیت است میخواد دیگرگونی ها با وجود بیاید و این چیز ترس است. اگر همین ترس نباشد من فکر میکنم که میتوانند جوانانی که نه تنها در خارج، ولی اینجا حرف در باره خارج هم نیست، اینجا با جوانایی داریم که در داخل دانش‌های خوب دارن، دانشگاه رو خوب تمام کردن، ولی متاسفانه امروز بعضی چارچوب‌های هست که نمیتونن ها در دایره‌های همون وظیفه‌های کلیدی فعالیت کنن. چرا؟ چون اندیشه‌شان با اندیشه اونها سازگار نیست، چون پیشنهادهایی میکنن که شاید اون پیشنهادها مغرضانه قبول کرده میشود، گویا که اینها مثلا خائن باشند یا چون کسی احمد خوجا گفتن غرور ملی. من فکر نمیکنم امروز در تاجیکستان یا تاجیکی که در دنیا هست غرور ملی نداشته باشد. مثلا شما در پراگ فعالیت میکنید، این معنی او را نداره که شما غرور ملی ندارید، یا من که در آلمان هستم این معنی او را نداره که من غرور ملی ندارم. ولی متاسفانه با چنین شعارها یک چارچوب‌های ساختن که صد راه جوانانی که میخواهند برای وطن، برای این کشور، برای این ملت خدمت کنند از صد میگذارند. در آخر میخواهم هر کدام از شما فکر جنبسته خود را در ظرف 20 ثانیه به ما بگوید. دلیر شما؟ آن چیزی که برای تیار کردن استعدادهای جوانی که مثلا به جوانان شرایط فراهم آوردن باید روند طبیعی احساس شود و همه چیز در سطح گپ و شعار باقی نماند و جوانان هم یک پیشنهادی من این است که جوانان باید در سطح همه کشور جوان اعتراف کرده شوند. مولا رجب بفرمایید. من میخواستم اینجا حکومت تاجیکستان همین مانعه خشت‌بازی را از میان بردارد. من باور دارم جوانان لیاقتمند به نهادهای دولتی راه می‌یابند. و احمد خوجا شما؟ من با همین تاسیس شورای ملی کار با جوانان جمهوری تاجیکستان باوری پیدا کردم و امید دارم که با این وسیله جوانان به همون محور اساسی خود که مکتب استعدادهای جوانان هست خواهند رسید. با سپاس. یادآور میشوم که احمد خوجا دولتوف، دلیر شریپوف و مولا رجب یوسف زاده در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه مهمان ما بودند. خدا نگهدار.